سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. بچه‌ها ما زیاد داشتیم ماینکرافت بازی میکردیم، گفتم یه گیم جدید بیاریم. این گیم ماشین بازیه. اگه میخوای اسمشو بذارم این ویدیو رو لایک کن و دنبال کن تا من تو کامنت اسمو بذارم. بریم ببینیم چی میشه. من میشینن به مگه چی میشه تا میدمش بهت یشی تو رو میبره به قیب نشون میده این برو بهت زیرش نمونده اونی که پر جیگره دلش چرا رو پات با نمیسی داری بی من سرش یه روزی برمیگردی شده میهنت بهش این دیگه از نوارو یه قیچی میزنیم بهش میکنه که من پیرم آخرت جلوم اینجوری شکل هنو میخوای نشون بدم جایی میخم و بهت وقتی خدا خوشحاله بگو چی انگوبره هنوزا نمیتونی ببینی کیه خودته به پا تقه نزنم تیغه تیغم و بهت که شعر بنویسم یا شاجم پلود تو رو کبود دمو درخت خواب میپرونه جیگرتو میخوره جا جغور بغور استخوناتو میکنه تو تنور عموم به پیشنهاد میرم شرونمون تخم حرومی تخم حروم نمون چه میکردین اگه قلبم رعوف نبود همین سر که هت میزدی سرت نبود نه کلی هدف داشت ولی واسش عجول نبود نه شاید واسه همینه که دیگه پلود نموندم کلی کش تو جیبمه ولی یهود نبودم آره فیس اسلامی ولی از اون بر روندم چی شده کیفت کوک جوری که یادش نمیاد کیچت بود زیر 300 تا جلو استیجت بود تنها پسی که تو زدی پس پیجت بود لات که به ننه نمیگه مامان گنده های شهر همه لوتیا بامان سلامتی همشون الان قوتیا بالان تکرار میکنن مثل توتیا باهام یه رو فیک زنگ میزنه تو اصله باش تو لحظه باش ادا دیگه بسته داشت یه دوره ابرو پسر و ور نمیداشتن یه زمان تهران جان اختش دسته داشت چشا خط هر رو میره بالا دوز سینه سپر میدیم با کارا پوز اینا مجازی فردیم میشن رو در رو گلزارن پارادوکس دو پا دارم ولی یه اشباه تو منظره میکشم به دیه نقشبای بوم اصل هم لکنت داره پا 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 باید سعی کنی اوضاع اوکیشه با یه هوک که نمیشه محمد علی کلیشه تهران KFC شاید یه رو الیشه موزیکی نمیدم تو باشگاه ها پلیشه کلی هدف داشت ولی واسش عجول نبود نه شاید واسه همینه که دیگه پلود نمون. راستی بچه اونجاهایی که آهنگ قطع میشه اونو فوش میده باختر همون یوتیوب اخطار میده باختر همون قطع میکنه. گلم راحتم بی زخمینم تازه نکرد تصمیم خود گردیده پس خارن نکرد غرور سنگی تو کار داد دست جفتمان دلت رام سنگم بی سر بیا پاتون قمان هرشو بی خوابی نایده منو خماری جوین مکوبم کرد نفس منو چار دیواری امیدوارم که از این ویدیو راضی باشید. لایک و دنبالم فراموش نشه. تا ویدیوی بعد خداحافظ.